این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولا تزكوا أنفسكم. صدق الله العظیم. امروز به مثابه روزهای دیگه میخواهیم که دو نصیحت دیگه و دو راهنمون دیگه از کلام جناب حضرت ذوالنون مصری رحمه الله را برای خود و شما بیان کنیم تا ای که درس باشه برای ما و شما و راهنمای زندگی باشه برای ما و شما. یکی ایه که هیچ وقت شما ادعای چیزی را نکنید، زیرا ادعا کردن مانع شهود حق تعالی میشود. چرا؟ به خاطری که اولا ادعا را ثابت کردن خیلی مشکله. یک کسی از اصحاب مبارک نبی خدا علیه السلام آمد پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که انی احبک یا رسول الله، ما شما را دوست دارم ای پیغمبر علیه السلام. پیغمبر مبارک علیه السلام چیزی نگفتن، دوباره گفت که انی احبک یا رسول الله، بازم چیزی نفرمودن. برای سوم بار که گفت انی احبک یا رسول الله فرمود که لقد ادعیت امرا عظیما، خیلی یک گپ کلانی را ادعا کرد. ادعا کردن قاسونه، به زبان یک چیز را گفتن، ولیکن اثبات این مطلب این خیلی گران تمام میشه. عشق و محبت با خداوند تبارک و تعالی را ادعا کردن، با پیغمبر خدا علیه السلام را ادعا کردن که ما چنین و چنانیم نسبت به اسلام، جان فدایم نسبت به اسلام، سر ما را بقا اسلام، در راه اسلام سر میدیم، و لقلق زبان هر چیز میاد، ولیکن ای که در میدان عمل چقدر انسان میتونه که همو گفته را پیاده بکنه، این خیلی مشکله. پس یکی اثبات او مشکله. فرمود نبی الله علیه السلام که اگر واقعا چنین میگی پس یک نشستگاه از فقر به خود آماده بساز، زیرا فقر به مدعی محبت من خیلی زودتر میرسه از سیلاب به منتهای خود. سیلاب خیلی حرکت داره، خیلی سریع میره، هر چیزی که به پیش راه او باشه او را از میان برمیداره تا ای که به مقصد برسه. فقر به مدعی محبت من و به محب من خیلی زودتر میرسه از سیلاب به مقصد خود. وجه دوم
ایه که ادعاها سبب حجاب ترقی ها میشه. در بابت علم بگیم، اگر شخص عالم قرار باشه که همیش بگه من چنینم من چنانم، ادعاهای گزاف بکنه، مانع ترقی علمی این نفر میشه. شخص عابد و صالح اگر بگه من چنین میکنم و چنان میکنم، اینقدر نفل میکنم و اینقدر عبادت میکنم، مانع ترقی عملی او در عبادت میشه. بلکه نسبت به اشخاص صالح ادعاها میگن که حال او را به قول تبدیل میکنه. حالات نفسانی، حالات روحی، حالات معنوی به وسیله عمل کردها به انسان عارض میشه و گرچه حال مقصود نیه، بلکه به مقام رسیدن هم مقصود نیه، بلکه رضای پروردگار جلب کردن او مقصود می باشه. ولیکن اینا همگی پله های به خاطر رسیدن به مقصد اعلی. اگر به یک شخص که حال و کیفیات عارض میشه روحانی به اساس عمل کردن به شریعت مقدس اسلام، ای بس ادعا بکنه که به من ای تو کیفیت اما چنین میآید چنان میآید، پس همو حال او به قول تبدیل شد، فقط به گفتار تبدیل میشه و حال او به جال و به یک دام تبدیل میشه که این نفر در همو دام باقی میمانه، خود او در دام باقی میمانه، مثل صیدی که در دام قرار بگیره و او دام مانع رفتن او، مانع خلاصی او، مانع رسیدن به مقصد او باشه. علاوه بر این که مانع ترقی او میشه، خودبینی ها هم گاهی اوقات در شخص به وجود میاره. وقتی که ادعا میکنه من چنینم و چنانم، در او عجب به وجود میاد، در او غرور به وجود میاد و خودبینی که آمد خود را دید، راه خدابینی بر او بسته میشه. این نمیتونه که سیر بکنه این مسیر را و به او مقصود اصلی که پروردگار می باشه برسه، بلکه عجب خوب سر جا خو که تکبر در شخص به وجود میاد، یعنی البطر عن الحق و تحقیر الناس، حق را نپذیرفتن، از حق اعراض کردن هنگامی که به او کلمه حق گفته میشه و تحقیر مردم دیگر، خود را از دیگران بالاتر دانستن. به این خاطر حضرت ذوالنون مصری رحمه الله میفرماید همون عمل خود خود انجام بده. اگر در راه علمی علم خود را بکن، اگر عملی عمل خود را بکن. مسلمان از اعتقاد و عمل خالی نیه دیگه، همون را پیش ببر، گوش کنی که به ادعاها گرفتار نشی و گاهی اوقات همین عملها و همین امورات این باز یک علامات داره. گفته دوم جناب حضرت ذوالنون مصری رحمه الله که ما او را تعبیر میکنیم به نبض محبت. بسیار از اوقات یک نفر به خاطری که میزان صحت خود معلوم بکنه که من چقدر سالمم،
کمترین چیزی که او میتونه انجام بده یا به وسیله خود یا به وسیله دیگری دست بر نبض میگذاره. امروز باز میرن چک میکنن، چک عمومی که میزان صحت خود معلوم بکنه. انسان هم میبایست که محبت با پروردگار داشته باشه. ایمان بدون محبت او نمیتونه که ثابت باشه و پایدار باشه. اما این نبض، این علامت محبت چیه؟ اگر به طور خلاصه بگیم، علامت محبت با پروردگار ایه که اوامر پروردگار انجام بشه، منهیات پروردگار اجتناب بشه از اون، احتراز بشه از اون، انسان خود را دور بکنه از منهیات پروردگار. یک. دوم، هنگامی که یک شخص محبت با یک نفر میکنه، با محبوب دوست هم محبت میکنه. دوست همون نفر. پیغمبر علیه السلام، اولیاء و صلحا، اینا همگی محبوبان پروردگار می باشه. وقتی که شخص در قلب او محبت با خدا می باشه، می بایست که محبت با پیغمبر علیه السلام هم باشه. بلکه محبت خدا و محبت پیغمبر جزء لا ینفک ایمان می باشه. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین حتی یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. از هر چیز دیگه خدا و رسول پیش او محبوب تر باشه. محبوبان الهی اولیاء الله هم پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. دوستی خود را نصیب ما بکن و دوستی با کسانی را که تو را دوست داره نصیب ما بکن. دوستی اولیاء الله، دوستی محبوبان خدا. پس هنگامی که خدا را دوست داریم، باید که رسول خدا را، اولیاء الله را، رجال الله را، عباد الله را، عباد الرحمن را هم دوست داشته باشه. ولیکن همین دوستی تنها این خب معلوم نمیشه دیگه، یک امر قلبیه. دوستی با پروردگار، خلاصه حضور زنون مصری رحمه الله بیان میفرماید یک مقابلت القضاء بالرضا، که هرگاهی که تقدیر خدا بر تو می آید، قضا و فیصله خدا بر تو جاری میشه، اظهار رضایت بکنی. رضیت بقدر الله و الصبر عند البلاء. هنگامی که بلیه ها، مصیبت ها، مشکلات به یک نفر عروض میکنه و عرض اندام میکنه، صبر اختیار بکنه. یعنی ای که پسند خدا را پسند بکنه. اما چیزی که به نفر عارض میشه از تقادیر، از فیصله های پروردگار، او پسند خدا. جناب فضیل ابن عیاض رحمه الله میای قصه از اونا هم، حکایات مبارک ایشان هم، به تمام عمر نخندید، به تمام عمر تبسم نکرد.
رازی میفرماید من 30 سال با جناب حضرت فضیل ابن عیاض رحمه الله بودم، از ایشان اندوه و غم و حزن میدیدم، دیگه تبسم نبود، خنده نبود. یک روز فرزند او از او گرفته میشه، فرزند او وفات میکند، خنده میکند. چی جای خنده ای فضیل ابن عیاض؟ تو قوی تو مغموم و محزون بودی، میفرماید چطور من خنده نکنم، چطور اظهار رضایت و خوشی نکنم به او چیزی که خدا در حق ما خوش کرده. پس پسند بدانه و پسند بکنه پسند خدا را در خود، هر چی که میآید. حسن ظن بکنه به پروردگار، گمان نیک داشته باشه. دوست هیچ وقت به خلاف مصلحت دوست کار نمیکنه. از این جهت پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید حتی خواب را که میبینی همون خواب خود کن، لا تقل الا لحبیب او لبیب، یا به دوست بگو یا به شخص دانشمند و شخص فهمیده بگو، زیرا دوست به خلاف مصلحت دوست رفتار نمیکنه. خداوند هم بنده خود را دوست دارد. اگر دوست نمیداشت پیغمبر را، اگر دوست نمیداشت عقل را، اگر دوست نمیداشت کتابها را، چگونه به او میداد و مفرستاد و نازل میکرد؟ پس دوست داره بنده خود. حسن ظن به پروردگار، انا عند ظن عبدی بی، من رحمت من به اندازه ظن بنده من به من میباشد. پس هنگامی که بلای مصیبت به یک انسان عارض میشه، حسن ظن به پروردگار، گمان نیک داشتن، پسند کردن اختیار پروردگار را نسبت به خود و الصبر عند البلا، مقابلت القضاء بالرضا. همیشه خو انسان به بلا و مصیبت گرفتار نیست، بلکه نعمت ها هم سراپای وجود انسان فرا گرفته و غرق در نعمت های پروردگاره. و شکر عند الرخاء، این سه چیزه علامت محبت با پروردگار. محبوب پروردگار را هم دوست داشتن، پیغمبر را دوست داشتن، او علامته، او نشانه که دال باشه بر محبت دو با پیغمبر. خدا میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اخلاق پیغمبر را، گفتار پیغمبر را، اعمال پیغمبر را، عبادت پیغمبر را، ریاضت و تلاش پیغمبر در رضا و در عبودیت، ای را از آن خود کردن. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. که اگر پیغمبر را دوست داری، خود به همراه پیغمبر، بر روش پیغمبر بدار، بلکه عبادت خود سر جای خود، ریاضت سر جای خود، افعال اختیاری پیغمبر جایز الاتباع را اتباع کردن به سر جای خود، که محب و عاشق پیغمبر حتی عادات و طبیعت پیغمبر را هم میخواهد در خود موجود بکنه. ما زلت احب الدباء حین رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یحب الدباء. حضرت انس رضی الله عنه میفرماید که من کدو را دوست دارم، گرچه غذاها یک امر طبیعیه، یکی دوست داره یکی دوست نداره، لیکن میخواه که طبیعت خود را هم موافق با طبیعت محبوب خود بکنه. این دیگر نهایت دوستی میباشه.
امر غیر اختیاری را هم مطابق پیغمبر، مطابق طبیعت پیغمبر علیه السلام میکنه. هنگامی که با خدا و پیغمبر و اولیاء الله دوستی نمودی که همه دوستی ها اگر دوستی با اولیاء الله این حب فی الله می باشه، حب لله می باشه، اگر دوستی با پیغمبر خدا علیه السلام این محبت با خدا می باشه. محبت با خدا نتیجه او چیه؟ ذوالنون مصری رحمه الله میفرماید که نتیجه محبت با پروردگار انس به پروردگار، با پروردگار انس میگیره. یعنی چی با پروردگار انس میگیره؟ یعنی هیچ وقت قلب او، هیچ وقت گفتار او، هیچ وقت رفتار او میلان از پروردگار نمیکنه، همتن به طرف پروردگار. جناب حضرت حکیم اختر صاحب رحمه الله میفرمودند که شخص محب، کسی که دوست داره چیزی را، پروردگار را دوست داره، او همیش حال خود دیش ها خیلی شده. نفره که یک چینل دوست داشته باشه اما خود روی چینل به مو طرف قرار میده. تاوه قلب خود را هم نفر به طرف جلال و جمال پروردگار قرار میده. کسی که دوست داشته باشه پروردگار را، عقربه قطب‌نمای قلب خود به طرف قبله مقصود خود که پروردگار می باشه، نبی الله علیه السلام می باشه، به طرف او می گردانه. یک درجه هم کوشش میکنه که این طرف او طرف نباشه. هنگامی که با خدا انس گرفت از غیر الله دوری میگزینه، ترک غیر الله را میکنه، ترک او چیز را میکنه که مخالف با رضای پروردگار میباشه. زیرا مقصود او رضای پروردگاره. مقصود اویه که دوست هیچ وقت از من نرنجه. او چیزی که از دوست میآید او نکوست، او را میپسندم، کوشش میکنم که دوست را از خود راضی بکنم و راضی داشته باشم، موافق با رضای دوست همو چلند ما باشه، همو حرکت و گفتار و کردار ما باشه. پس انس با خدا گرفت اینجا که از دیگران اظهار وحشت میکنه. به این خاطر یکی از علامات انس با خدا کم شدن گشت و گذار او با انسان ها می باشه، با بنی نوع خود می باشه که غیر الله. کوشش میکنه که اکثرا در خلوت ها باشه و با خداوند تبارک و تعالی راز و نیاز بکنه. بلکه جمله کوتاهی که کلام به او ختم میکنیم، جناب حضرت ذوالنون مصری رحمه الله میفرماید که من احب الله عاش. زندگی کسی داره که راحت باشه، در آرامش باشه. زندگی که پر دغدغه و پر مصیبت و پر مهنت و پر جنجال و پر پریشانی باشه، او زندگی نیه. زندگی راحته، زندگی صاحب آرامشه. کسی که با خدا وصل شد، کسی که با خدا خود را وصل کرد و قلب خود متوجه الله کرد که اعضای او هم متوجه الله میشه، او انس میگیره با خدا. کسی که انس با خدا گرفت، با ذات رحمان و رحیم گرفت، تمام رحمتها را بر او میرزانه و زندگی او پر آرامش میشه. میبینیم اشخاص متقی، اشخاص نیک، بندگان صالح خدا از این فتنه های دوران بالکل فارغ و بالکل خالی میباشه. قلب او در آرامش، هیچ وقت فتنه ها
قلب او را متزلزل نمیکنه، زیرا خانه او، قلب او محل نزول رحمتهای خدا. پس زندگی حقیقی از آن کسیه که احب الله، من احب الله عاش، او زندگی کرده، او زندگی را از آن خود کرده. و من مال الی غیر الله فتاش، کسی که به طرف غیر الله میلان کرد. کاسه که ظرف آب داشته باشه، هنگامی که میلان بکنه همه آب که در از چپه میشه. قلب که او به طرف خدا بود، خدایی نکرده اگر این قلب میلان کرد، پشت داد، رفته رفته با خداوند تبارک و تعالی میلان داد، قلب خود را به لذتهای دنیوی و شهوتهای دنیوی همیه. و من مال الی غیر الله فقط تاش، او خالی شده از محبت پروردگار، او راه خطا و راه غلط را رفته. والاحمق یغدو و یروح فی لاس، شخصی که احمق باشه، نادان باشه، او در هوس‌ها و در لذت‌ها و خواهش‌های نفسانی خود شب و روز میکنه. لاس لذت و خواهش گفته میشه. والاحمق یغدو و یروح فی لاس، در شهوت و در لذت و فرحت و ترحت، در این چیزها. اینو حدیث مبارکه. والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى علی الله، کیس کیه؟ من عمل لما بعد الموت. شخص زیرک، شخص فهمیده، شخص دانشمند همویه که به خاطر زندگی جاودانی که بعد از مرگ شروع میشه به او خاطر بیایه کار بکنه. هرچی که عاجزه، یعنی شخص احمقه، شخص نادانه، یتبع نفسه هواها، من اتبع نفسه هواها، نفس خود را به دنبال خواهشات بندازه، نفس خود را حمار خواهشات خود قرار بده، افسار خود را هم به دست نفس و نفس به دنبال خواهشات نفسانی. ثم تمنى علی الله، تمنى علی الله، باز امیدم داره بر خدا، تمنام داره از خدا که همه فسق و فجور کرده، خداوند تبارک و تعالی او را ببخشه و او را ملامت نکنه. والغافل عن خواطر نفسه فتاش، کسی که عیب خود خور نمیبینه، او همیشه به فکر عیب دیگرانه، تفتیش میکنه عیب دیگران. چی خوبه که انسان محب پروردگار باشه، لاهی و ساهی و باغی و تاغی نباشه. چی خوبه که انسان عیب خود ببینه تا ای که به وسیله شریعت پیغمبر علیه السلام با نشست با اولیاء الله بتونه که عیوب از خود محو بکنه و اولیاء الله و توجهات اولیاء الله محای عیوب او بشه، پاک کنه عیوب او بشه و با قلب سلیم، قلب که پاک بود، خانه که رفته و جارو بود، آشغال و این چیزا درو نبود، دوست به همو خانه میاد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.